تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتمی خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 15. وقتی که خنکی از 7 اندام سیاه‌سر گذشت و بیدار شد، خورشید در بالای قله نقرتاب کوه نشسته به حال زمینیان خنده می‌زد. بدن شخ شده اش را به زور برداشت و به پا خیست و به حیرت افتاد که چی طور از سیاهخانه به پتاد پر از پیشک و تپک افتاده است. میان و گردنش شخ شده بودند، استخوان‌هایش درد می‌کردند. اول به گمان آنکه همراهانش وی را به اینجا آورده باشند از غضب خون به سرش زد، ولی بعد گاهی خوابگردی کردنش را به یاد آورد و به لب چشمه فرآمد. دست و روی شسته بسله اش خشک کرد و برای گرم و ملایم شدن بدن به چکلک قدم گذاشت که جوی چشمه آن را به 2 حصه جدا می کرد. آسمان ابرناک می توانست هر ساعتی که خواهد به سر روز ترشروی تیر ماهی میده باران نثار نموده تمام جانوران روی عالم را زیر سرپناه‌هایشان براند. خود حاضر شیر گرم خوردن لازم است، نباشد خنکی از پا می افتاند. با هراس اندیشید سیاه‌سر، زیرا می ترسید که اگر بیمار شود و سپارش شاه نااجرا ماند یوسف علی خان نمی بخشدش. اما برای خوردن شیر اول آن را باید یافت. داغخانه یک بونه دیوانه شاه مهمانکوب دارد که سیاه‌سر حاطوف او را خورده بود و زهره نزدیک شدن به خانه اش را نداشت. تا به آن ساحل گذشته به آبادی می رسند که دیگر نه شیر گرم راه بیماری را گرفته می تواند نه چیز دیگر. پس از فرصت ملاحظه و دودلگی بیم لاجوابی در نزد شاه بالا گرفت و سیاه‌سر جانب خانه دیوان شاه قدم گذاشت. آن در آخر ده در بلندی جاگیر بود و از 4 طرف به چشم می رسید. از روزن خانه دود تنک به هوا خیسته از آن درک می داد که صاحبان خانه خوراک می پزند. دل سیاه‌سر به بوی دود قوت گرفت و قدمش را تیزاند. به تگ بلندی رسیده بود که بناخواست 4 مرد شویزدار که مسلماً از خانه برآمده بودند با هیاهو به سرش تاختند. نداهای وهم برانگیز بگیر بگیر و بزن سکوت صبحگاهان را خلردار نمود. پیش از آن که پشت داده رو به گریز نهد، سیاه‌سر قامت بلند و موی پریشان دیوانه شاه را بین تعقیب کنندگان تشخیص کرد و ترس و اضطرابش 1 بر 10 افزود. از بیم کشته شدن پا به دست چنان دوید که 7 اندام شخ گشته‌اش در زمان بازگردید. سیاه‌سر چکلینگترین طبعه شغلان زمین بود. به 1 شست راهی بین بحرپنجه و فیض‌آباد را پیاده در 1 روز می پیمود. برای این قابلیت همچنین برای دلیاب و عیار به همتا بودنش یوسف علی خان از جمله تمام جاسوسانش به وی بیشتر ارج می گذاشت. تا دیوان شاه و همراهانش به همواری فرآمدند که سیاه‌سر به ایلاق رسید و داد زد: میرزا عزیز برخیز که می کشند. میرزا عزیز برجست و بیرون دوید. کی را می کشند؟ خوابالود به 4 طرف نگاه کرده پرسید و به آن سو نگر سیاه‌سر جانب 4 نفران دویده آمده استاده اشاره کرد: دیوان شاه و اوباشانش قصد جان ما دارند. میرزا عزیز حرفی نزد و به پیشواز هجوم کنندگان شتافت. سیاه‌سر که جنگاور چیره دست هم بود شمشیر خود را گرفت و از پسش دوید. آنها در شبرزار نزد چشمه به هم رسیدند.
میرزا عزیز شویزد به سرش کشیده دیوان شاه را در هوا داشت و به طرف خود چنان کشید که دیوان شاه قوی هیکل از او چند قدم گذشته یک پهلو به زمین افتید. 3 نفر دیگر هم با یک ضرب دست یا پای میرزا عزیز به هر سوی غیلیدند. دیوان شاه برخاست و بار دیگر به هجوم گذشت. سیاه سر از پشت با شمشیر به سرش زدنی شد که میرزا عزیز مانع گشت. نزن، بگذار حمله کند. دست به گریبان میرزا عزیز بردن دیوان شاه همان بود و به هوا خیستن 2 پا و به زمین رسیدن تخت پشتش همان. سیاه سر شمشیر به سینه اش گذاشت و پرسید: ای دیوانه حار، پیش مهمان را میزدی، حالا به کشتن گذشته ای؟ این راه زنان کیستند؟ دیوان شاه خرسس زنان جواب داد: اگر این جوانک نمی بود حالا جایت قعر دریای پنج می شد. آها، به استهزا گذشت سیاه سر. موش مرده بودی، چیزی نگفتندت، شیر غران شدی، از شاه وخان گریختی، شغلان پناهت داد، اکنون میخواهی با شاه این ملک سر به سر شوی، یا از فربهی روغن به سرت زده است؟ نفران شلاق خورده اعضای ضرب دیده بدنشان را مالش داده برخاسته از ترس دوباره مشت نخوردن با گردنهای کج ایستادند. میرزا عزیز هر یکشان را با نگاه خشمالود از نظر گذراند و بانگ زد: شما کیستید و چرا به سر ما دست برداشتید؟ ای جوان خوب، که بیده و زبانش گرفته لب گشاد مردی بلند بالای آلوس چشم که از دوی دیگر کلان سالتر به نظر می رسید. التماس دست از دیوان شاه بردارید، گناهکار مای نه او. ما 3 برادر از دهه شیدوودیم. چند سال به هندوستان مردکاری رفتیم. ماه پیش برگشته خانه امان را ویران یافتیم و زنهای امان را جگربریان. گفتند سیاه سر نام جاسوس فرزندان ما را به بدخشی ها فروخته است. ناموس مردی امان بالا گرفت و به جستجویش برآمده دیروز درک یافتیم که همراه تو بندی های بدبختی را در ملک می گرداند. آمدیم که سرش را از تن جدا بکنیم و مملکت را از شر این ناجنس نجات بدهیم. میرزا عزیز به سیاه سر نگریست که چی میگوید. وی خنده زاغانه به هوا سر داد و گفت: شما را کی حق داده است که به مقابل من برآیید؟ شکرانه گویید که زنانتان بر جا مانده‌اند. اگر در همین جا خونتان را بریزم کسی حتی نمیپرسد که چرا چنین کردم. و شمشیر را به سینه دیوان شاه زیر کرد و پرسید: تو وخی غریبگور را به این شیدوودی ها چه مناسبت که پشتشان را میگیری؟ برای من مظلوم فرزند چه طایفه باشد مظلوم است، گفت دیوان شاه. اینها دیروز مهمانم شده سرگذشتشان را قصه کردند. دلم به حالشان سوخت و سوگن خوردم که تو را کلک کرده به دریا می پرتایم. خشم سیاه سر جوش زد و شمشیر به هوا برداشت که حریفش را گردن زند. میرزا عزیز به یک حلاس تیغ از دستش ربود و گفت: افتاده را زدن جوانمردی نیست. سیاه سر 2 پوسته صدا برآورد: تو چرا طرف این راهزن را میگیری؟ یا فراموشت شد که سپاهی شاه هستی؟ این اسنا دیوان شاه هم به پا خیست و بانگ زد: ای روسیاه 2 عالم، فکر نکن که تمام مردم رنگ تو بدذات و حیوان سرشتند. اگر زهره و جان داری اینک میدان و اینک مرد میدان. تو را با اولادت کوچبند نکنم نامم سیاه سر نباشد. به علامت سوگند دستی راستش را چون دیغ بر فرق سر برداشت جاسوس. خوابت را به آب بگو ای لعنت کرده خلق خدا. من با اولادم کشته می شوم اما از داغخانه نمی جنبم. غیرت و حمیت دیوان شاه به میرزا عزیز سخت پسند افتاد. برای آنکه به مناقشه خاتمه گذارد به میانه درآمد. برای فیصله این کار به بحر پنجه شکایت برید. الحال از شاه سپارش داریم و کسی صد راهمان شود خونش بر ما حلال است. برادران از بیم میرزا عزیز ناعلاج داوشان را شکستند. دیوان شاه به جوان رو آورد: اگر تو در پشتش نمی بودی جهان از این خس پاک می گشت. بگو کیستی که ببر بیان تا به یک ضربت را ندارد؟ جوان پهلوان به آهنگ احترام پاسخ داد: میرزا عزیزم پسر محمد نسیم نبیره جهانگیر گرد. با شنیدن این نام ها چهره دیوان شاه یک بار شکفت. آغوش باز کرد و میرزا عزیز را کنار گرفت و از 2 رخسارش بوسید. ای جوان آفتاب نژاد، جانم فدایت،
الها دستم بشکند که به سرت برداشتم، خاک پایت شوم، مرا ببخش که چنین زشته بر تو روا دیدم. میرزا عزیز به اشاره آشتی دست پهلوان سال خورده را فشرد و گفت هر چی کردی از ننگ مردی بود و رسم پهلوانی. حالا سیاه سر را به من ببخش که شاه جانش را به من باور کرده است. دیوان شاه به نشان رضا سرخم کرد و دو دست به هوا برداشت و گفت امروز نمیمانم که از قلمروم پا فراتر گذاری. اگر به کلبه ویرانه ام قدم نگذاری بامش را خاک در می سازم. میرزا عزیز بر روی از غضب تیره‌تر گشته سیاه سر نگاهی افکند و دعوت دهخدا را پذیرفت. چند ساعت بوده می توانیم. دیوان شاه از خرسندی پای بر زمین کوفت و خوشگپی کرد. یک روز تیرماه خودش هم چند ساعت است میرزا پهلوان. تو را خداوند امروز به من رساند تا برایت سرگذشتی را قصه کنم که با پدرت داشتم. آزمودم که تا شلاق نخوردم به آرمانم نرسیدم. این مشت را هم برای شکستن آرمان همنشینی با اولاد جهانگیری جهان پهلوان خوردم. سور و قربانی. دو سال قبل وقتی که اکرام بیگم بناخواست رو به روزداری دائمی آورد، اهل خانواده عبادالله خان همگی در شگفت افتادند. رمضان کیها گذشته بود و در دیگر ماهها بجز یک دو نفری که روزه علی می داشتند هیچ کس روزه طولانی نمی گرفت. وقتی که مدت خودداری روزه اکرام بیگم از آب و طعام به یک هفته رسید، اول بیبی دولت بعد شوهرش به تشویش افتادند. نگرانیشان بیشتر از آن بود که مبادا شاه دختر خود را در خانه آنها آشکار زیادتی شماریده و در دلش غبار افتاده باشد. اما وقتی مطمئن شدند که دختر تنها به خاطر دین و تقوا به این کار دست زده است، احساس نگرانیشان اول به حیرت سپس به احترام بی‌پایان به شخصیت وی تبدیل یافت. برای آنکه بر اثر نخوردن مبادا بیمار نشود، بیبی دولت خواست دست اکرام بیگم را از کارهای مقرری که برای روزگار همیشه انجام میداد خالی سازد، اما وی گردن ننهاد. برآمد من خودم را بردم حس می کنم. برعکس اگر دستم به کار نباشد لنج و گرنگ می شوم. از خدمت مادر بی نصیب ماندم، اجازه ده که دستت را سبک کرده آرمان شکنم. گفت دختر جان، می ترسم که ضعیف شوی و جسمت علت پیدا کند. تهلکه دلش را به زبان آور صاحب خانه. غیر از این بارها گفتمت که شاهزاده ای و قربت را باید نگاه داری. خدا نکرده به خاطرت ملالی از ما را یابد، در 7 پشتمان دیگر نه خیر میماند نه برکت. کاش که پدرم شاه نمی بود و من هم در قطار آدمان حقیقی آدموار زندگی می کردم. آهی میش بره را می گیرد. گفتن عاقلان همین سرنوشت من بوده است. پس از 1 ماهی ره روزه و پرهیز را پیش گرفتن، اکرام بیگم برچه نوزاد چون برف سفید را قربانی مال انتخاب کرد. آن از گوسفند خودش زاده شد. مادر برچه زیبا را یک روز عید نوروز عزیز خان به خواهر باقیش تحفه کرد. اکرام بیگم در عاقل کلان عمکش یک گاو خوشذات سیرشیر و 10 سرمال داشت که به پول داده پدر خریده بود و به طفیل سود آنها به روزگار خود را عضو برابر حقوق عائله می شمارید. اگرچه عبادالله خان و زنش به وی طور مناسبت می کردند که گویا صاحب خانه اکرام بیگم باشد، نه آنها. و سبب نه تنها آن بود که زن و شوهر خاطر پدرش را گرامی می داشتند. اکرام بیگم با عقل و فراست و تواضع پسندی خود آنها را دائما به وجد می آورد. عزیز خان نیز خواهرخواند خود را به غایت دوست می داشت. بنابراین برای اظهار ارادت و محبت همین گوسفند را پیش پایش آورد و گفت خواهر جان،
این را به نیت بختبوسی به تو می بخشم. آن حلالترین مال توست. و تبسم ملیح کرد و دستش را بوسید. یک صبح جمعه وقتی که گوسفند برچه نقرگین خود را به دنیا آورد، در برابر دیدن آن دیده های اکرام بیگم پر نور و دلش سرشار شادی گشت. بعد آنکه گوسفند بچه‌اش را به مهر مادرانه لیسید، آن به مروارید درخشان مانند شد که به تازگی از صدف بیرون آورده باشند. اکرام بیگم به قصد مکاندن دهان بره را که هنوز به پا استوار ایستاده نمیتوانست سوی پستان آچه‌اش برد و ثانیه از حیرت شق شده ماند. چشمش به دو رشته کشال گردنش افتاد که در نوگشان کلوله های مهرمانند می لپیدند. دختر رشته ها را به نوازش فرماسید. درازیشان به 3 انگشت می رسید. قفسیشان به اندازه یک رشته وناغ بود. بره مهردار. بناخواست همین عباره در خیالش درخشید. نمی دانست آن را کدام وقت از کی شنیده باشد، ولی دلش گواهی داد که در عاقلش یقیناً حیوان خوشپای قدم نشاندار به دنیا آمد. و همان لحظه از دلش گذشت که برچه محض برای مال قربانی وی شدن در همین صبح روز مبارک پای به عالم هستی گذاشته است. اکرام بیگم به غطغط و پاچکزنی های تلوسه آمیز گوسفند نگاه نکرده آن را با احتیاط برداشته به خانه درآورد. عزیز خان که میان چهلک در آتشدان هیزم میانداخت، برچه را از دستش گرفت و به بی دولت سر تنور نشسته نشان داده خرسندانه ندا داد: نان جان نگاه کن خواهرم چی بره نازنین با خود آورد. بی دولت از تنور و شوهرش از صفحه بالا به پایگاه جهیده و تماشای بره آمدند. نر بوده است، گفت عبادالله. به ذات خود ترکی پرچلسکه می شود که بیا تماشا. 1 هفته به سیری فله می خوریم. موره های زیبایش را نگاه کن. با مسرت ندا برآورد بی دولت: این بره چه شرافتی دارد. زود مادرش را به زیچگاه در آورده برایش آردابه قفس تیار کردن لازم. عمک من نیت کردم که این بره را برای قربانی بپرورم. اکرام بیگم نوزاد را به چهلک گذاشته تمنایش را به صاحب خانه ابراز داشت. خداوند در این روز بزرگ تو را به مرادت برساند دخترم. رو به قبله دعا کرد عبادالله و افسود: قربانی نیت نیک و کار سخت جدی است. حیوانت را تازه نگه بدار. اکرام بیگم بره را بالای پوستک خوابانده سرش را سیله کنان گفت: البته مهردار خود را برای رضای خداوند پاکیزه کلام می کنم. او نام بره را سفسک گذاشت و آن به همه پسند افتاد. پرورش و نوازشش به یکی از مشغولیت‌های مهم روزگارداری اکرام بیگم تبدیل یافت. پاداش مادرش را نیز از یاد نمی برآورد. تا 20 روز چون به زنان نوزاییده که تا برآمدن چل خوراک و نگاهبین مخصوصشان تعیین می کنند، برایش آردابه قفس سیر شیره پخته می خوراند و زیچگاه را هر روز تازه می کرد. گوسفند با اشتها آردابه می خورد و اکرام بیگم سفسک را بغل گرفته برایش زیر لب چون به کودک خود لیلیک می خواند. برچه هم به آهنگ سرود گوش فرا می داد و راحت و فارغبال می آرامید. سپس دختر پستان گوسفند را به آب شیرگرم شسته اول بره را تا سیر شده می مکان، بعد باقی مانده شیر را به خرمه می دوشید و آچه و بچه را در کنار هم گذاشته خانه می رفت. پس از آنکه سفسک از شیر برآمد، اکرام بیگم آن را زوال راست کرد. در خانه آش می پختند یا اماچ، کلچه می پختند یا نان. 2 زواله را به سفسک جدا می کردند و اکرام بیگم به وی می خوراند و سرش را سیله می نمود. با دستان نازک خود بدنش را مسح می کشید، خار و مالش می کرد و آیه فیدن آهو بزبهن عظیم را بر پیشانیش می دمید. بره برابر پدیدار شدن صاحبش در کدام کنجی که نباشد به لعب و خرمی جانبش می شتافت و در گردش جست و خیز می زد. حتی به 2 پای راست شده به استقبالش گویا برقص می در آمد. ما بین 1 ماه بین جوان دختر و بره قربانیش
جذبه شبیه مهر مادر و فرزند پدید آمد. اکرام بیگم هیچ باور نمی کرد که انسان یک حیوان بیشعور را اینقدر دوست داشته می توانسته است. جانداری که نه به چیزی می اندیشد، نه سخن گفته می تواند، نه خود را می شناسد و نه عالم اطراف را. اما یقیناً مهرآوری چیز دیگر بوده است. مکان آن نه اندیشه بوده است، نه زبان، بلکه شکل و قالب ندارد و مهم نیست که برای اظهارش حتما آدم باشی. حتی بر سنگ سالها رخساره بسایی آن سفته می گردد. آیا همین هم نشان اظهار محبت نیست؟ می اندیشید دختر که پارسایی و پاکیزگی در وجودش دریچه های نوی شناخت دنیا را باز می نمودند. وی با تأثیر چنین فکرها که گاه ناگاه به مثل برق در مغزش شعله‌ور گشته و یک کنج تاریک دلش را چراغان می ساختند، روز تا روز زندگی را با چشم دیگر می دیدگی شد و دلش غنج می زد و احساس گوارای ممنونیت از پرهیزکاری مغچه تازه نخل محبت را در آن می شکفانید. بار سر به پیشانی سفسک نهاد و در همین حال از شرار اندیشه که در سینه اش چراغک زد ساعت جرأت جنبیدن نکرد. همان طوری که این سفسک هیچگاه نخواهد دانست که تو او را با محبتت برای قربانی به خداوند خود آماده می سازی، خودت هم هیچ وقت دانستن نمی توانی که صاحب نیست را برای قربانی بزرگ در راه رضای خدا آماده می کند. و این کشایش اندیشه دختر را جانب بازگشتن گیره دیگر تکان داد. همه اشیای عالم به خاطر قربانی شدن یکی برای دیگر حس شده و مقصد حیات نیز همین بوده است. اگر یک چیز فدای چیز دیگری نشود، ماهیت حیات از بین می رود. به آن زندگی هیچ معنای داشته نمی تواند. بدون موجودیت این مقصد عالی نه از آمد و شد حیوان سوده، نه از زنده و مرده انسان منفعتی. وی این فکر شگفت انگیز را تا آخر دنبالگیری کردن نمی توانست، اما همین تجلی آن هم باطنش را تکرو کرده توانست. بغیر از طلبات آدمان و محیط اطراف باز تقاضاهای نهانی به حیاتش وجود دارند که در خورد ادراک انسان عادی نیستند. اکرام بیگم گویا دفینه زر یافته باشد. از شادی به نهایت به خود بالید و شبح میرجمال عجایب خصلت را در رو برویش دید و زیر لب گفت: خداوند عزیزت نگاه دارد که چشم دیگری را در ضمیر دلم کشادی. شبح در زمان ناپدید گشت. دختر برخاست و برابر سر دادن نفس ژرف خداوند را از عمق دل سپاس فرستاد که به توسط میرجمال بنده نظرناگیری را چون او در شمار 40 تن پاک خود برگزیده است و همانا سوالی را که بجز خود به کس دیگر داده نمی توانست به صدا سر زبان آورد: این 40 تنان کیستند؟ وی درباره 5 تن پاک و 4 یار مصطفی خبرهای زیادی شنیده بود، ولی بار هم نشنویده که کسی درباره 40 تن گپی گفته باشد. این راز نهان را تنها میرجمال برایش گشاده می توانست، ولی او در کدام دهه پارشنیف در آن ساحل 5 زندگی می کند و خدا می داند اکرام بیگم بار دوم او را می دیده باشد یا نه. اگر و 1 تن از 40 ابدال باشد، پس باز 39 نفر دیگر در شغلان یا شاید فراتر از آن وجود دارند که به مثل او به تقوی و پرهیز موکل گشتند. کیانند آنها؟ در کجایند؟ نشانه اشان چیست؟ در مذهب چه نقشه و منفعتی برایشان مقرر شده؟ چون این سوالهای بی جواب به سر دختر بسیار هجوم می آوردند، ولی او اذن نمی داد که در دلش مسکن گزیده به قرارش سازند و ذکر لا حول ولا قوت آنها را از سرش می راند که مبادا در ایمانش به اندازه موی رخنه وارد نسازند. دلش گواهی می داد روزی می رسد که باز کسی می آید و به پرسش‌هایش پاسخ می گوید، اما اگر نه آید هم باکی نه،
برایش همین بس که در راه دین وظیفه مخصوص به عهده‌اش گذاشتند. اکنون مدحیه و مناجات هایی که در منصوبه ها سراییده می شدند برای وی معنی و جلوه تازه پیدا کردند. بخصوص این بیت که هنگام خواندن مدحیه دراز اهل معرکه چندین مراتبه آن را یک جای ترنم می کردند، اکرام بیگم را بال و پر می بخشید. غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از این است. احساس می کرد که وی هم بر دنیای گوینده چنین شعرهای پرمغز اندکی تسلط یافته است. دلش گوارا گم می زد، لمعه روشنایی وجودش را منور نگاه می داشت. در سال دوم حیاتش سفسک آنچنان به صاحبش بدآموز گشت که از دست کسی دیگر چیزی نمی خورد. اکرام بیگم خانه همسایه رود، از پسش می رفت، به صحرا درو یا به باغ میوه‌چینی برآید، چون سایه از قفایش کشال می شد. شاخهای زمشرنگ پشت گوشهایش حلقه دواندند، جثه پرگوشت و به قوتش نظر می ربایید. پشم سفید یلقاسی اش دیده ها را راحت می بخشید. با چنین صورت و زیبایی بعید نبود که ناانصاف حسود چشمش کند و زحمتهای اکرام بیگم را برباد بدهد. برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه دختر بط با مزه پخت و در عوض آن از ملای خوشنفس دیهه همسایه چشمارو گرفته به شاخ سفسک آویخت و دلش تسکین یافت. اکنون پرچشمترین آدم هم به وی ضرر رسانده نمیتواند. اهل دیهه به همراهی دائمی اکرام بیگم و سفسک عادت کردند. بعضی ها به حیرت می افتادند، قسم از نگاه و بین جاندار قربانی عبرت می گرفتند. خردسالان آنها را با کمال خوشنودی استقبال کرده می کوشیدند که به سفسک دست رسانند و خوردنی بدهندش، زیرا باور داشتند کسی که به قربانی مال مهربانی کند گناهش می ریزد. کودکان به اکرام بیگم لقب خاله بردار گذاشتند و آن در مدت کوتاه در زبان تمام ساکنان وجد نشست. وقتی که لقب اکرام بیگم به گوش بیبی دولت رسید، روز بین گپ در این خصوص چنین اشاره کرد: ولعمت میدانی برای سفسک به تو چه نامی گذاشتند؟ نه، نشنیدم. گوش به خمار جواب داد دختر. عجیب، چی بوده است آن؟ خاله بردار، با احتیاط پاسخ داد بیبی دولت. برابر شنیدن لقب خود اکرام بیگم آنقدر خرسند شد که قهقهه خنده بیغشش چون زنگوله در گوش بیبی دولت صدا داد و وی هم به آن همراه شد. چه نام زیبا و به معنی، ندا کرد دختر. خاله سفسکدار می گفتند بهتر می بود و همینش هم بد نه. یک ماه به عید قربان مانده بود که اکرام بیگم در تردد آماده ساختن جامه سفر سفسک شد. اول به وی کلتچه بافت، بعد 2 لیشه درست کرد. روزی که لیشه ها را همراه گیسواری عروس عزیزخان به غداره رنگ انداخت، بناخواست پیر ملک خودش به خواستگاری وی آمد. دختر بار دیگر مطمئن گشت که به حقیقت سفسک علامت است از سوی خداوند به او. عجیب نماید هم گویا خوشبختی او در جان این جاندار غیر عادی نهفته است. اکرام بیگم پرورشش می دهد چون فرزند تیمارش می دارد، به آن چون به جگربند خود عادت می کند و یک روز به خاطر رضای خدا سرش را زیر قصاب گذاشته قربانش می نماید. از فکر به گلوی سفسک گذاشته شدن کار دل دختر خون می شد. اندیشه پاره شدن اندام و به دیگ افتادن عضو بره جگرش را بریا می نمود. چه رازی داشته باشد این تعامل؟ چرا برای خوشنودی خداوند حتما مخلوقی را که به جان می پروری و می کوشی که یگان عضوش علت و آسیبی نگیرد باید به جان و پاره پاره سازند؟ نخواد راه دیگری وجود نداشته باشد. چی معمای سربسته است این عالم؟ دختر کلام میکنی و او را با 2 دست ادب به مرد بیگانه می سپاری. پدر و مادرت را دوست می داری و لاعلاج آنها را به راه آخرت گسیل می کنی. گپ بسیار می گویی و آن به باد فنا تبدیل یافته
به بازگشت گم می شود. به انسان دل می بندی، اما روز یا زندگی یا مرگ به رحمانه او را از کنارت می رباید. اکرام بگیم گاهی که به این چگیل ها می اندیشید، احساس عاجزی در نزد خداوند وجودش را فرا می گرفت و بزرگی و عظمت او را عمیق‌تر درک نموده، موج ایمان و امید رستگاری در ضمیرش بیشتر جوش می زد. گاهی که به سفسک فارغبال از شادی و غم دنیا نظرش می افتاد، به اختیار این ربایی در کدام معرکه شنیده‌اش را به زبان می آورد. ای چرخ فلک چرخه به ما ساخته‌ای، جان در تن ما امانت انداخته‌ای. با حکم خدا که می برند خانه نو، این خانه بی روزن به ما ساخته‌ای. یک هفته پیش از عید قربان خویشی طلبان سید فرخشاه با هدیه و مال رسیدند و گفتند که پیر ساعت نکاح را یک روز پیش از عید، سور را در روز عید تعیین کرده است. قرار شده است که یوسف علی خان صبح روز نکاح آمده داماد را همراه اهل خانواده عبادالله پیشواز گیرد. انجام گفتار 15. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.